رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر یک فرزند آدم قبر می قوم ترساند تا اگر قبرغه ها را از قبرغه این بر نگذرانه، قبرغه چپ بر راست نچسبانه، قبرغه ها را از قبرغه نگذرانه، قبر شما را رها نمیکنه. فرستاده خدا برای شما هم هست، گو برای من هم هست. این شوخی نیست، این حدیث گو برای هر فرزند آدم جقش قبر. حتی بینی شما را در یک روایت آورده در بجلکتان قبر نرسانه شما اجمال خلاص نمیشه. ولی ما نمیدانیم از مردن ما چی میدونیم. ما از مردن چی میدونیم که فردا کی میدونه نوبت من باشه. ما از مردن چیزی نمیدونیم. عذاب قبر حقه یا نه؟ پرسیدن منکر و نکیر حقه یا نه؟ قسم و خودمون نمیدونیم. حتی حضرت علی کرم الله وجهه گفتگی به دست که هر کسی که به چنگ عزرائیل مبتلا می شود به اندازه 300 شمشیر ضربه خورده زنده های. من یه آدمی زنده 300 کارچر در بدنش زنی گیره چخیلی می شود او انا میخواه علام حس میکنه. حضرت او پیامبر صالح پیغمبر علیه السلام یک روایت، حضرت ابراهیم علیه السلام یک روایت، حضرت ادریس علیه السلام یک روایت. عزرائیل گفتن که بیا یک بار جان مگیر گشته در بدنم انداز. وقتی گرفت حضرت ادریس گریخت، گفت چا کرد؟ گفت گمان کردم جاندار زنده را پوست کرده عزرائیل. خیالی کردم من زنده و پوستی تنم گرفتی. گفت با سبکترین مردن برای تو من امروز مقصد دیگه براه ماندم. من سبکترین مردن برای تو مقصد دیگه تجربه کردم، برای که به تو محبت و مهر داشتم. یعنی که هر انسان یک بار سوال ته که ما ای مردن چی میدونیم. این قرآن میگه یثبت الله الذین، حق است، ثابت است، قول الحق، قول ثابت که در این دنیا و آخرت ما را میپرسن. پیغمبر را پرسیدن که قول ثابت چیست یا رسول الله؟ گو کسی گو اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و یه با در گورشان 3 سوال میتیم. گو غیری او را چی؟ گو او را میپرسن. قرآن تحذیر های ما را آگاه میکنه، ما را از صراط میگذرانه، ما در لحد میپرسن ما را. و جاءت سکرت الموت بالحق. خداوند در سوره قاف میگه اکنون شیرینی و تلخی های مردن آمد. و ذالک، تاریخ نگاه کنی میگه ما کنت منه تحید، شما این مردن میگریخته نه که مکه وقتش آمد. از یک آدم گویی که میموریم تلخ کف میشود، لیکن کی هم دنیا در زنده یوخی؟ کی در دنیا ابدی میمونه؟ شما میگه این مردن میگریزه نه که می شیرینی و تلخیاش میبیو. و جاءت سکرت الموت بالحق، فرا رسید این تلخی و شیرینی های مردن. برای همین خشا به حال انسان هایی که قرآن رو فهمن، این قرآن رو دانن، جقش قبر فکر کنن. قرآن ثابت کرده است. حتی که قوم فرعون قرآن ثابت میکنه که هر نماز بامداد و نماز شام ما در فرعون و پیروان فرعون در گوراشان جهنم میدراریم. از این آیت هم دلالت میشه که عذاب قبر حق داده. هر صبح شام میگه فرعون قدی پیرواش در قبرشان چی میدراریم؟ جهنم. خدایا قبرهای ما را آباد گردان، خدایا قبر ما را روشن گردان. بسیار بسیار دهشتی وزبینه که قسمتی از علما ایره قیامت خورد میگن. قیامتی چی میگفتیم؟ قیامت خورد. پس از عقیب شما مردمان می آیند که وارث این کتاب ها هستند. میگن کتاب من قرآن است، کتاب من انجیل است، کتاب من تورات است که پیش از ما شریعت ها بودن، یا زبور. یأخذون عرض هذا الادنی، به خاطر دنیای دو روزه این کلام خدا را خار میکنن و در زمین میزنن. و یقولون، و میگن که این کارای ما قبول و
این کارهای ما همش ثوابامون قبوله و همین اعمال هایی که قرآن خار میکنن، شریعت خار میکنن، با براشان خوشرو میتوان، گماناشان همین خیلی که بر وقت خدا اینا رو بخشیدگی هست. و معناه، معنی این آیت همین بده که انهم ورثوا الکتاب، انسان هایی که کتاب دارن، قرآن، انجیل و زبور و تورات، اینها عالما هستند که به خاطر دو روزه دنیای پست، به خاطر شهوت دنیاشان از حرام و حلال فرق نمیکنن و سخن خدا و کلام خدا را خار میکنن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر عالمی که در پیش فاسق قرآن و شریعت خار میکنه عرش خدا میجمه. سه چیز از زبان علما برآمدن در عرش خدا میجمیده است. یک تاش همین بوده است که علما وقتی که فاسق تعریف کنن عرش خدا میجمیده است. سه چیز عرش میجمه. یکمش کسی که در این زمین طلاق به زبان بیاره و زنش سرته عرش میجمیده است. دوم هر کسی که فاسق تعریف کنه. سوم هر کسی که عادت قوم لوط داشته باشه، بچه باز باشه. این حالت در عرش خدا میجمه. یک تاش همین بوده است که علما بیاین فاسقا را تعریف کنن، ای فاسقا وصف کنن و یک قیامت مرید فاسق جمع کنن. همین است که به خاطر ادنا دنیای بی معنی شهوت فروشی کرده، حلال حرام خوری کرده، شبه خوری کرده، قرآن قطعی کلامش این آیت های نازنین نمیگیرن، در زمین میزنن. اینا کیا هستن؟ اینا کسایی هستن که هیچ ایمان به قرآن ندارن، قرآن خار کردن. قرآن فردا از روی اینها شکایت میکنه. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هر کسی که مقام و منزلت پروردگار فکر کنه و از او خوف کنه، از او ترسه، او را احترام کنه، خدا برای او باغها وعده کرده، باغهای جنت. کسی که اگر حقیقت از قرآن برای مردم رسانه. علماها اینا وارثای پیغمبرها هم. پیغمبرها هیچ محل برای رسانیدن حق از کسی نترسیدن. پیغمبرها هیچ محل برای رسانیدن عدالت و حق و کلام خدا از کسی نهراسیدن، حقیقت برای مردم رساندن. علماهای حقانی اینها وارثای رسول الله هم. علماها اینا وارث رسول اکرم هم. باید ترسشان به خاطر خدا باشن، عزت از خدا طلب کنن، آبرو از خدا طلب کنن. در قرآن چیزی که هست از حق و ناحق او را برای خلق خدا رسانن. کسی انامین اگر مقام خدا را حرمت میکرده، مقام خدا را عزت میکرده، خدا برای او باغها وعده کرده. حتی که تفسیر مولانا حضرت یعقوب چرخی گفته برای کمترین مومن خدا 1000 باغ وعده کرده. هر باغش گفته از این دنیا زیباه. لمن خاف مقامی و خاف وعیدی، پروردگار در دیگر جای قرآن امر کرده است که کسی که از منزلت و مقام من میترسه، ایرا نغز دانه که ای عذاب من میترسه. کسی خدا را حرمت میکنه وای ای عذاب میترسه. کسی خدا را حرمت میکنه وای عذاب فکر میکنه. زیرا اینکه او خدای هست که از یک قطره آب ما را خلق کرد، اینقدر زیبایی داد، اینقدر نعمت داد، اینقدر بزرگی داد، یک کرمینه را کلان کرد، دنیا گیر کرد، دنیا ساز کرد، دنیا سوز شدین. او قادره که از سر ما بلاها را دور کنه. یک قطره آب و این قدر نعمت داده، یک قطره آب ضعیف و این قدر بزرگ کرده. البته او در ما مراجعت کنیم بلاها را از سر ما دور میکنه. ما اگر او در مراجعت کنیم او ایمان ما را کامل میکنه. ما اگر او در مراجعت کنیم قلب سیاه ما را سفید میکنه. ما اگر او در مراجعت کنیم برای ما چیزی که از نیک باشه برای ما عطا میکنه. کسی که عذاب خدا را یک مراتب فکر کنه او از خدا میترسه، او از خدا لرزش پیدا میکنه. زیرا که او خدا
ما را خلق کرد، ما را آفرید، برای این قدر کار او قادر شد و برای پسمانده کارم قادره. والقرآن من اوله تحذیر، قرآن از اولش ما را آگاه میکنه و تخویف ما را میترسانه. اما یک بار این عقل سالم، این آدمای سالم، این آدمای با عقل فکر نمیکنن، یک بار غمگین نمیشوند، یک بار این خوف در دل جا نمیکنن، مگر کسای این خوف جا میکنن که اونها مسلمانن، اونها مومنن، اونها میترسن. این تحذیره، این خوفا را باید در قلبمون جا کنیم. کی میترسه؟ مؤمن بما فیه، میترسه از این قولای قرآن. و تر الناس، مردم میبینی تو امروز گمان میکنی هدایت یافتیان، گمان میکنی که نجات یافتیان. یخرجون الحروف من مخارجها، نگاه میکنن که به تجوید خونده یا به تجوید. و یتناظرون علی خفضها، نگاه میکنن که مردم قرآن آوازش خوشروه، آوازش باریکه یا آواز عبدالباسطی داره. و رفعها و نصبها، ایجاش خونده است یا ایجاش او خونده است. و کأنهم یقرؤون الشعر من اشعار العرب، مردم در قرآن میخونن خیال میکنن که شعر عربی خونده استن. یگان تا اینها فکر نمیکنن که قرآن چی گفته است برای ما. کسی فکر نمیکنه اینا. اش اسلام میکنن، بیش اسلام میکنن، اوش اسلام میکنن و ایش، اما نمیگن که قرآن چی گفته است. این قرآن چی حکم، کدام وصف کرده است قرآن. قرآن چی میگه امروز؟ الحمدلله رب العالمین. الحمد، تمام تعریف ها، تمام ثنا، تمام شکر حقش خدا داره. حق تعریف خدا داره، میگه حق دعا را خدا داره، حق طلب خدا داره، حق تعریف خدا داره، حق ثنا را خدا داره. همه چی میگه حق خدا هست. لله رب العالمین، اون معبودی هست که عالمیان تربیت میکنه، تربیتگری عالمیان. الرحمن الرحیم، خدای هست که تربیتگری عالمیان هم باشه، این حکومت و سلطنت داشته باشه و با ظلم نداره. میگه الرحمن، با بخشنده های، الرحیم و مهربان های. بسیاری ما اگر مطلق راهبریت داشته باشیم نیمی مردم در میتیم، چی کارایی رو نمیکنیم. اما میگه این الرحمن الرحیم های، این بخشنده ها. میگه من مهربانم، مالک یوم الدین، من پادشاه روز دینم، جزا، من پادشاه روز مکافاتم، من پادشاه روز قیامتم. فخر رازی میبیاره که چی در این دنیا پادشاه نیست او، و در این دنیا ملک نیست که خودش ملک روز قیامت گفته است. برای چی میگه من پادشاه روز قیامتم در این دنیا نه؟ چی با؟ برای که در این دنیا واسطه هایی هست که ما را از خدا دور کرده گیه. باران مردم باران ای اور میدونه، نغز میشه میگه خدا پدر دختر رحمت کنه، میگه اگر داروی اون نمیشد نمیمردم. اما روز قیامت نه اورای، نه دخترای، نه امپولای، نه محتاب هیچی نیست. میگه ای بنده دوجا واسطات را کور کرده بود، همو جدا من بودم تو من نشناختی. انا ایجا دیگه اگه اونتش نیستن بیاین دستگیرت کنن آخی. ولی این قرآن ما سطحش نمیفهمه. این قرآن الله میگه اگر کوها را نازل میکردم کوها لخت لخت میشدن. این قرآن میگه شما نمیفهمی معنیش. ولی امروز قرآن خوانده میشه و مردم فقط آواز قاری را گوش میکنن، صدای او را گوش میکنن، او اوش را گوش میکنن، تجوید چه گوش میکنن، اما معناش چی آخی؟ چی معنا رفته است؟ چی معنا گفته است؟ ما سلککم فی سقر. اگر شما رو میپرسن چی سبب شد که تو سقر رفتی؟ این سقر چی بوده؟ نام جهنم بوده. لا تبقی ولا تذر، جای بوده که گوشت و پوست نمیمونده، همه رو میکندیم، پوست میکرده سن آدم. تو اگر نسل رسول هم باشی، سادات و سیدزاده هم باشی، تو اگر تقوا نداشته باشی هیچ ارزش نداری نزد خدا ده.
هیچی. چگونه ای که نفس ما سه تقسیم های، یکمش شهوت، دویمش غضب، سومش عقل. بدن ما هم از سه چیز تقسیم های، یکم شهوت های، دویم غضب های، سوم عقل های. در بدن ما سه عنصر هست که بدن ما را اداره میکنه. از همون عنصرها، از همون میکروسیستمایی که خدا خلق کردگی های، ما سه تاش گپ زدیم که یک تا شهوت بوده. بسیاری حالات ها میگن شهوت، انسان ها گمان میکنن که زن خلاص. نه، معنی شهوت کشیش. معنی شهوت چی بوده؟ کشیش. همین کسی که آب نوشید و شهوت داره، کسی که اوقات خورد شهوت داره، کسی که تماشا را و شهوت داره. یکی از همین شهوت ها شهوت جنسی هست که از همه شهوت وزبین همین شهوت هست. دویمش غضب هست که ما نکنه که غضب آدم ها سرخ میشن و آدم ها زبان میگزن و آدم ها قهرآلود میشن، همین غضب هست. نه، غضب هم در بدن آدم یا نیرو هست. گاهی میشوه که ثواب هست، گاهی میشوه که عذاب هست. گاهی میشوه که آدم غضب میکنه برای ناموسش، گاهی میشوه آدم غضب میکنه برای دینش، گاهی میشوه آدم غضب میکنه برای حقش. این با ثواب هست. در بدن آدم وقتی بیماری میدراید، این نقطه نظر علم اسلام و طب قدیم، نیروی غضب قطعی همون میکروبا مبارزه میبره. امروز نام او را ایمونیتت میگن. نام همون را چی میگفتیم؟ معلوم اگه غضب چیزی خوب بوده، همون غضب قطعی همون مبارزه میبرده یا هلاک میشده یا همون را بیرون میکرده. کسی غضب نداره و یکمش که زندگی کرده نمیتونه. گمان نکنیم غضب کسی هسته که زبانش گزه و دشنامته و سرخ شوه. این نیست. این نامش در کتابای اخلاق با میگفتیم نائرة الغضب. چی میگفتیم نامی را؟ نائرة الغضب، یعنی غضبی که اکنون میسوزانه همه جورا. نائره به معنای علاو. این نمود غضبش کفره. و یک اندک غضب زندگی رو پاش میخوره. یک غضب قدی جوان مقصد دیگه میکشه میره و محبس. یک غضبای بی‌معنی، یک غضب آدم کافر میشه. یک غضب در کار نیست. کل غضب در بدن ما یک ارگانی بوده است که این تمام نیروهای بیماری بدن ما را همین غضب قطعش مبارزه میبرده. همه آدمایی که ضعیفن، آدمایی که به حد به قوتن و یارو غضباشون ضعیفه. دومین چیزی که بدن ما را اداره میکرده نامی چی بوده است؟ غضب. سومین چیزی که در بدن ما بوده است نامی عقل. عقل به معنای چه؟ ادراک، فهمیدن. من حاضر آدمای به عقل گپا رو فهمیده استیم. اگر آدم به عقل باشه او در هیچ محل نه نماز فرضه، نه رمضان فرضه، نه روزه فرضه، نه چی دیگه. امام غزالی بدن آدم سه تقسیم کرده، روزه را هم سه تقسیم کرده. گفته ای همه چیزی بزرگ که در شریعت ما تقوا های. ای همه چیزی بزرگ در شریعت چی بوده؟ تقوا. غضب و شهوت عقل در شریعت ما چی داره میکرد؟ تقوا. تا تقوا نباشه هر سه اداره نمیشود. اگر شهوت و غضب گپی عقل گوش کنن آدم میشه مسلمان. اگر غضب و شهوت گپی عقل گوش نکنن آدم میشه منافق. آدم میشه بدین. آدم میشه از درنده گنده. برای چی؟ برای که عقل بالای غضب و شهوت رهبر نیست. ماه شریف رمضان یگانه ماه بوده که عقل در بالای هر دی اینها رهبر میکرده. الحمدلله. ماه شریف رمضان یگانه ماه بوده است که ما را شهوتامون میکشه، غضبامون میکشه. همین غضب درسته در رمضان؟ شهوت درسته؟ نمیکنی. اکنون عقل بالا میرفته، عقل بلند میشده، عقل بالای هر دین در راهبری میکرده. انا همین میگفتن نامش تقوا. اولین کلمه که خدا در سوره بقره آیه رقم 183 گپ میزنه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام.
آیه دوم آخر آیت لعلکم تتقون، شما این روزه بگیره، روزه فرض است تا اینکه شما به تقوا رسید، نفساتون اداره کنید، تا اینکه شما شهواتاتون اداره کنید، تا اینکه غضباتون اداره کنید. الحمدلله، الحمدلله که بدن ما اداره میشده با واسطه تقوا.